چرا انقدر سخت میگیریم به خودمون؟ بازی واسهتون آوردم، خیلی جذاب، خیلی راحت، میتونید نگاه کنید بازی رو ببینید، اگه خوشتون اومد تحقیقات لازم رو انجام بدید، کیف کنید، لذت ببرید. شبیه به جی تی آی نگاه کن، هم ریس داره، هم داخل محیط میتونی فایت کنی، هم میتونی با دوستات آشنا بشی، هم میتونی کسب درآمد داشته باشی و که داخل محیط و تریلرش بدون نشون میدم. با من همراه باشید. سلام، شب و روزتون بخیر. من محمد هستم، خیلی خوش اومدید به کانال منزبی. قراره بازی بهتون معرفی کنم که خیلی جذابه. شما میتونید مسابقه بدید، ماشین سواری کنید، ماشین انتخاب کنید، NFT ماشین تهیه کنید و هیروتون رو یا همون شخصیتتون رو تغییر بدید، لباساشو عوض کنید، حتی میتونید به حیوان هم تبدیلش کنید که خیلی جذابه. محیط خیلی جذابی داره، بزرگ، جذاب کلا شد جذاب. میدونید چرا من اینقدر هیجان دارم واسه این بازی‌ها؟ نگاه کنید، وقتی شما میتونید بازی کنید و ازش کسب درآمد داشته باشید، چرا که نه؟ ولی بازی خیلی زیادی هستن. نگاه کنید، ولی یه نکته بهتون بگم، بازی جی تی آی که قرار جدیدن بیاد، خیالتون راحت که قرار NFT داشته باشه، کسب درآمد داشته باشه، توکن خاص خودش رو داشته باشه داخل بازی و خیلی چیزهای مختلف که ربط داره به الان. نگاه کنید، ما متوجه شدیم هوش مصنوعی خیلی زیادی داخل بازی به کار برده، 100% هم NFT و ارز دیجیتال و همه رو داخل خودش جا میده. خیالتون راحت. پس نگاه کنید، با این بازی کوچیک، حالا خیلی از کمپانی‌های بزرگ هم اومدن روش چیز کردن، در مقایسه با جی تی آی دارم میگم، نسبت به اونا واقعا بازی کوچیکی هستن، ولی شما میتونید راحت ازش کسب درآمد داشته باشید. ببینید چقدر جذاب. شما میتونید قبل اینکه یه اتفاق خیلی بزرگی بیفته شما اونجا حضور داشته باشید. بازی بود که من بهتون معرفی کردم به اسم نیان هیرو، اومد ایردراپش رو معرفی کرد و خیلیاتون به دست آوردید، خیلیاتون از دست دادید، ولی اشکال نداره. همچین بازی‌ها همیشه پیگیر باشید. بیاید داخل سایتش، بذارید گوشه صفحه کامپیوترتون یا موبایلتون که داشته باشید، گاهن یه هفته یه بار برید داخلش چک کنید، یا اینکه میتونید داخل کوین مارکت کپ یا کوین مارکت کال اونجا تحقیقاتتون رو انجام بدید، دنبال کنید، اخبارشون رو دنبال کنید که بتونید یه داده‌ای به دست بیارید که بتونید ازش استفاده کنید. حالا ایردراپ داره معرفی میکنه، مثلا الان که داریم صحبت میکنیم احتمال زیاد دیگه شما وقتی این ویدیو رو دیدید یا ایردراپ سونی اومده یا اینکه از دست دادید. خب برید پیگیری کنید، برید دنبالش، برید تحقیق کنید. دنبال این کلیک کردن ها نباشید که حالا 600,000 تومان 1 میلیون بهتون بده و تمام بره پی کارش. این کارو نکنید دوستان. بشینید یه بازی انجام بدید. من بازی بهتون معرفی کردم به اسم بیگ تایم که 2 سال پیش بود، 2 سال و نیم پیش بود که من معرفی کردم. ایردراپش هم داد، توکنش هم اومد، گیم پلیش هم من ضبط کردم. برید بازی کنید. من حتی بهتون گفتم خیلی از ایرانی‌ها هستن که این بازی رو دوست دارن انجام بدن ولی باید کارت دعوت داشته باشن. من اون کارت دعوتم بهتون میدم. برید بشینید بازی کنید و ازش لذت ببرید. جز تاپ 10 بشید. بتونید کسب درآمد خیلی عالی ازش داشته باشید. بازی کردن خوبه. همتون میشینید بازی میکنید. کال آف دیوتی بازی میکنی؟ خب بیا بشین بازی قبلی که بهتون معرفی کردم بازی کن. گیم پلیش هم ضبط میکنم. خب اونو بازی کنید. حالا یا ضبط کردم یا ضبط نکردم. این ویدیو قبل و بعد داره. خب نیا کنید، بشین اونا رو بازی کن. ورلد آف وارکرافت دوست داری؟ بشین بیگ تایم بازی کن. بیگ تایم بشین ساعت ها وقت تو بذار. افراد مختلف خیلی زیادی هستن، میتونی NFT بخری، میتونی NFT به دست بیاری، کسب درآمد کنی. این بازی هم همینه. نیا کنید، مثل جی تی آی میتونی ریس کنی، ماشین بخری، ماشین بفروشی، میتونی اسلحه بخری، اسلحه بفروشی، میتونی بری دزدی کنی، میتونی هر کاری که دوست داشته باشی داخل بازی میتونی انجام بدی. بیا بریم داخل سایتش هم بدون نشون میدم که زیاد صحبتامون طولانی نشه. داخل گوگل سرچ کن ویلدر ورلد، اگه اسمش رو اشتباه میگم عذرخواهی میکنم. این سایت واسط میاد، تریلر بازیه که اول استارتش با ریس کردن، یعنی با ماشینه. یعنی اصولا پایه این بازی روی مسابقه ماشینه. ماشین مثلا مسابقه خیابونیه، پیست، همه چی داره که گفته که فعلا لیست شده داخل اپی گیم. مهمه که اپی گیم اون رو داره پشتیبانی میکنه. یه نکته مهم داره که یه کمپانی خیلی بزرگ داره ازش حمایت میکنه. این نکته چیه؟ این پایین. این ویدیو داره پشتیبانیش میکنه. اتریوم، پولیگان، سل، زیرو دارن ازش حمایت میکنن. یعنی این ارزهای دیجیتال کوچیکی نیستن که مثلا اومدن دارن پشتیبانی میکنن از این. اپی گیم خودش کمپانی خیلی بزرگیه. این ویدیو دیگه خیلی بزرگه.
متوجه این. پس بازیایی معرفی میکنم که شما بتونید بشینید بازی کنید و ازش لذت ببرید. اومده یه سری توضیحات در مورد بازی داده، نحوه بازی داده، گفته اینجاست که بهت میگم چه نوع بازیایی داره. مثلا ریس داره، خب اکسپلور داره، از این ور بتل داره، شما میتونید جنگ کنید، حالا جنگ خیابونی، ماشینی، هر چیزی هست. و اوپن ورلد، میتونید زمین بخری، میتونید خونه بخری، میتونی بری محیط رو تغییر بدی. واقعا جذابه. من اینا رو منو به وجه میاره، نه اینکه کال آف دیوتی یا حالا جی تی آی قبلی یا اینا. حالا شاید مثلا شما تعصب داشته باشین روی این قضیه، ولی من اینا به من لذت نمیده. این به من لذت میده. خود اون شرکت میدونه من وقتی میشینم بازی میکنم باید درآمد داشته باشم، باید وقتمو میذارم پای بازی ارزش داشته باشه. این ارزش گذاریه که شما میتونی هم درآمد داشته باشی هم کسب درآمد داشته باشی. و باید اینو به این درک برسیم که من نمیشینم همینطور الکی بازی کنم. این دنیاشه، این دنیای بازیه که شما میتونید زمین بخرید، خونه بخرید. یه دنیای خیلی بزرگیه. این از این سری توضیحات هست. و گرافیک شخصیت‌ها رو نگاه کنید بچه‌ها، چقدر گرافیکش بالاست. یعنی همینا رو اگه داخل بازی بذارن بازی میترکونه، واقعا میترکونه. شخصیت‌های مختلف خیلی زیادی داره داخل بازی که شما میتونید اونا رو ببینید. و اینجا کلیک کردم عوض نشد. فعلا عکسی که داخل بازی بعداً قرار بیاد. یه نزدیک به بازی بود اسمش رو یادم رفت. اگه شما میدونید اسم اون بازی رو که این کاراکترها شبیه به اونن داخل کامنت واسم بنویسید. و اگه از این بازی خوشتون اومد واسم بنویسید. اگه دوست دارید گیم پلیش اومد واسهتون زد کنم بازم واسم بنویسید، یه قلب قرمز واسم بذارید. مرسی. لایک، سابسکرایب، زنگوله هم یادتون نره که به من خیلی کمک میکنه که افراد مختلف ببینن و ازش استفاده کنن. اینجا یه سری اطلاعات در موردش داده. مثلا گفته اینجا لاستیکا رو میتونی عوض کنی، موتور رو میتونی داشته باشی و خیلی چیزای دیگه، آیتم‌ها خیلی زیادی میتونی داشته باشی. نگاه کن مثلا ماشینایی که رویایی‌ان مثلا فعلا نیومد، یا کاراکتراتونو همون که بود گفتم بهتون میتونید حتی مثلا به میمون میتونید تبدیل بشی، یا به سگ تبدیل بشی، یا به گربه تبدیل بشی داخل بازی. و هر کدومش هم کارهای خاص خودشو داره. اینا هم واسه فایت کردنه. مثلا میتونی باشون فایت کنی، حالا یا اتریوم به دست میاری، یا پلیگون به دست میاری، یا ارز خودش رو به دست میاری، یا سل به دست میاری، همون چیزایی که اونجا گفته بود، اون ارزهای دیجیتالی که گفته بود. بعد اینا هم کفش داخل تریلر که واسهتون گذاشته بودن اگه دقت کرده باشه اول ویدیو خیلی زوم کرده بود رو کفش. فکر کنم بحث پیاده روی کردن یا همون استپ ارن یا کسب درآمد از پیاده روی. بعید نیست که این کارو کنه. مثلا تو هر چقدر داخل محیط بازی بگردی بر اساس اون گشتن تو باعث بشه که کسب درآمد کنی. این نگاه کن ایده خیلی خوبیه، این جالبه. یا مثلا NFT های کفشی که تهیه کردی خریده بودی و میتونی داخل محیط بیاری. این از این. خب قسمت بعدیش هم که در مورد خود سیستم بازیه که به صورت AI هم داره، هوش مصنوعی هم داخل خودش جا داره. بعد یه سری فازها هستش که الان در مرحله فاز 4 که دارن آپدیت میکنن، دارن قویش میکنن، دارن روش کار میکنن که سریعتر بتونن تحویل بدن. و ارزش هم، اسم ارزش هم ویلد رو میتونید ببینید که قیمت اینا خود توکن خودش هم هست، اسم توکن خودش هم اینا ویلد. بعد قیمت هم گذاشته 0.281 دلار 28 سنت. خوبه، عالیه. شما میتونید NFTش هم تهیه کنید، بخرید، ارزش هم میتونید بخرید و ازش کسب درآمد داشته باشید. همین چیزی که الان من کلا واسهتون توضیح دادم اکونومیش هم اینجا واسهتون گفته. یادت نره حتما وایت پیپر رو مطالعه کن که اطلاعات بیشتری در مورد خود بازی داشته باشی. اینجا هم کوین مارکت کپش آورده، بریم داخل کوین مارکت کپش ببینیم. اطلاعات خیلی خوبه. تو یه روز قبل اتفاقات خیلی زیاد افتاده، ریزش داشته. خب بریم روی یه سال ببینیم توی یه سال چه اتفاقی افتاده. نگاه کن قیمتش تا $1 هم رفته، 1 خورده‌ای رفته. ولی کلا اگه بزنیم اینا نگاه کنید تا $7 هم قیمتش اوج گرفته. یعنی اوج بازی بوده بعد برگشته حالا این قسمته. یعنی میتونه دوباره اینو ببینه، این نقطه رو ببینه. اینم بهت میگم رنکینگ این بازی 455. این خیلی مهمه. 455 رنکینگشه داخل کل بازی یا بازی ها. میتونید برید داخل چیز هم نگاه کنید. نگاه کن مثلا من برم داخل پلی تو ارن،
این سایت قبلا معرفی کردم، اگه ندیدید این بالا میاد حتما روش کلیک کن ببین. این بالا گوشه ها میاد، حتما برو داخلش ببین چه جوریه. نگاه کنید داخل پلی تو ارن کل بازیایی که میتونی ازش کسب درآمد داشته باشی و قرار بیاد یا اومده یا دارن توسعهش میدن رو همه رو داره داخل این سایت هست. میتونید برید ببینید و ازش لذت ببرید. خیلی جالبه، خیلی به کمک میکنه به تحقیقاتتون. داخل سایتش که اینجا میاد، اینجا اسمشو بنویسید میاره 100% واسهتون. این آورد. خب 4% هم که رشد داشته، یه سری توضیحات اینا. NFT رو ساپورت میکنه، کسب درآمد هم داره، کسب درآمد هم از NFT هم کریپتوه و خیلی توضیح دیگه هم هستش. مثلا این گفته واسه ویندوز قراره بیاد، گفته بازی کن، ولی بتا هم هستش به صورت بتاست، ولی فعلا نه، فعلا دسترس خارجه. شاید الان که دارین نگاه میکنید اومده باشه، این هم در نظر داشته باشه. یه سری توضیحات که هست گفتم بهتون که اونا رو میتونید اینجا اخباراشو پیگیری کنید که چه اتفاقی داخل بازی داره میفته. بذار من همینو برم داخل سایت ببینیم، شاید واقعا اومده باشه، شاید من مثل شما پیگیر نبودم. خب بریم داخل اینا. گفته به زودی قراره بیاد. پس یه دور لانچ شده بازی ها، یه دور بازی لانچ شده و اون لانچه معمولی بوده، چیز عادی بوده که شما فعلا محیطش آشنا بشید. بعد دیگه بستن، حالا حتما دیولاپ میکنن، نمیدونم حالا چرا خود پلی تو ارن داره میگه اومده. خب به هر حال این جور بازی ها رو از دست نده دوست عزیز. این جور بازی باعث میشه که شما بتونید کسب درآمد خوب داشته باشید. منم دارم یه پک آماده میکنم واسهتون از گیم پلی مختلف بازی‌های جذاب گرافیک بالا که بتونید مراحلش رو ببینید و بدونید که میتونیم ازش کسب درآمد داشته باشیم. مرسی که تا الان من همراه بودید. اگه دوست داشتید حتما لایک کن، سابسکرایب کن، زنگوله رو هم بزن که وقتی ویدیو جدید گذاشتم بهتون خبر بده. مرسی، شب و روز خوش.